اولین کالایی که اعلام کردن باید گرون بشه بنزینه. فند اون طرف اینو بگم بازار آزاد بده، یعنی همون 20000 تومان، همون 25000. اما بیام به ازای هر فرد، اگر هر فرد ایرانی مثلا 20 لیتر در ماه بنزین سهمیه شد. خبری رو از ما در رسانه ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون میکنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کار رو نمیکنیم. آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته، بنزین، گازوئیل، برق فلان. بعد آب و برق و گاز رو اعلام کردن باید دولت یارانه‌شو برداره. همونا میخوان بیان، کسایی که دزدی هایی که برای بچه هاشون، برای خانواده هاشون، برای داماداشون، برای دختراشون، برای عروساشون کردن، 1000 میلیارد دزدیدن بردن. مردم نمیبینن اینا رو، باز میخوان به اینا رأی بدن. یه عده‌ای ندیدن چند 10 میلیون آدم تو بورس سرمایه‌شون از دست دادن؟ ندیدن 60 تن طلا چجوری غیب شد؟ ندیدن ما برای پوشک بچه‌هامون، برای داروی بچه‌هامون، برای خاموشی‌ها، قطع آب، قطع برق، این همه ذلت به ما دادن. اگه فردا اعلام کنن اینها پیروز شدن، شما اوریانی، لختی، بی‌حجابی، بی‌حیایی، روابط نامشروع زیادی رو خواهید دید. متلاشی شدن خانواده ها، خیانت ها. داعش وقتی سوریه رو گرفتن، نصف عراق رو گرفتن، گفتن مقصد ما کجاست؟ تهران. و می اومدن سر این نوامیس چی کار میکردن؟ کی جلوی تجاوز اینها رو به نوامیس ما گرفت؟ مدافعین حرم. کی این کار رو کرد؟ شهید سلیمانی. کشور و عزت سرشون نمیشه. تو شعارهای انتخاباشون دارن دفاع شرعی ما نسبت به نوامیس و کشورمون که رفتیم اونجا دفاع کردیم رو محکوم میکنن. میگن شما چرا هزینه کردید اونجاها؟ خب ما اگه اونجا هزینه نمیکردیم که الان یه ناموس نداشتیم اینجا، کشور نداشتیم اینجا. الان اینا رو طالبان میدونن، خودشونو طرفدار ملت. و جالب اینجاست یه عده مردم رو آگاهی دارن به اینا رأی میدن. ما تکلیفمون چیه؟ مردم باید آگاهی پیدا بکنن. اسلحه‌تون چیه؟ تلفن‌های همراهتون. زنگ زدن به فامیلا، غیر فامیلا، مردم. تو این حرم یه عالم آدم هستن نمیدونن واقعا الان باید به کی رأی بدن. تو مساجد، روستاها، شهرها، به تو دورترین نقاط مردم آگاه کنید که باید به کی رأی بدن. ولی دشمن بهتون مسلط میشه. کشورتون و ناموستون و حیاتون و همه چیز رو از دست میدید. آرامش خانواده‌تون و اقتصادتون و بنابراین تک تک ما رسالت داریم، رسالت واجب شرعی که اگه کوتاهی کنیم تا قیامت گیریم. اگه کشورمون انقلابمون از دست بره، فقط مردم ایران ضرر نمیکنن، مستضعفان جهان و مردم جهان ضرر میکنن. کار دیگه‌مون رو تعطیل کنیم و این چند روز رو شب و روز فعالیت بکنیم. هر کس تو هر حوزه‌ای توانشو داره که نباید الان امام زمانتون رو، امامتون رو، رهبرتون رو تنها بذارید. همه تو صحنه باشید.